صبح روز 2 دکبر رئیس ولایت قربان حکیمزاده از شرایط کاری هیئت ایجادی نشریه مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت روزنامه خطلون دیده نموده با هیئت ایجادی سابقه‌داران ساحه صحبت گرم و صمیمی آراستند. از اصولخانه نو تأسیس این بارگاه معنی بازدید نموده با تاریخ تأسیس یابی فعالیت نزدیک یک عصره این نشریه شناسایی پیدا نمودند. اصولخانه نزد نشریه در راهرو بینای مؤسسه تأسیس داده شده. در آن نمونه‌ها از ایجادیات سابق خادمان ادبی روزنامه، سالهای تأسیس یابی و راه مشکل تعیین نموده هیئت ایجادی، رسالت روزنامه‌نگاران در آباد و خرمگردانی وادی وخش، نقش روزنامه در ترغیب سیاست رهبریت حکومت و دولت، اثرهای ایجاد نموده کارمندان، موادها، شماره‌های نخستین روی چاپ آمده روزنامه، عکس‌های ماهیت تاریخی داشته، تجهیزات عکسبرداری، ناشری، دستخطهای سابق روزنامه‌نگاران، گوشه اثرهای پیشوای ملت، نشر تازه 90 صحیفگی تحت عنوان جشنواره خطلون، همچون نمونه عالی مهنت اهل ایجاد روزنامه که دیروز و امروز پر افتخار این نشریه سیرخواننده را بازگو میکند، جمع‌آوری و همچون مخزن پرقیمت تاریخی حفظ گردیده است. البته در این لحظه های تنتنه انسان رو پیش از همه احساس خرسندی، احساس شادی فرا میگیرد، چون که این روزنامه خطلون، روزنامه ولایتی خطلون، نشریه خواندنی، نشریه جالب، نشریه است که 90 سال، قریب یک عصر برای مردم بخشون زمین من برای مردم اطلاع داده است، مردم در تشکل افکار مردم نقش بازیده است، حیات واقعی مردم رو انعکاس کرده است. در نزد تاریخ 90 سال هیچ است، ولی در طول 90 سال این روزنامه توانست با مردم صادقانه خدمت کند و رسالت خود را ژورنالیستان روزنامه در نزد خلق و دولت و وطن اجرا کنند. رئیس ولایت همچنین با شرایط کاری هیئت ایجادی و تکنیکی اداره از نزدیک آشنایی پیدا نمودند. چنان مشاهده کرده شد در نشریه مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت روزنامه خطلون برای کارمندان شرایط ارزنده کاری فراهم آورده شده، بنا و حجره‌های کاری پوره مورد تعمیر و ترمیم قرار گرفتند و با اشیا و تجهیزات ضروری تامین گردیدند. رئیس ولایت به سرمحرر روزنامه خطلون ناصرجان مامورزاده جهت تأسیس آثارخانه، احیای یک گوشه تاریخی، از تعمیر اساسی برآوردن بینای روزنامه و فراگیری کارمندان با شرایط ارزنده فعالیت اظهار سپاس نمودند. درگاه را بسیار روزنامه‌نگاری مشهور که امروزها در تمام رسانه‌های جمهوری کار میکنند فعالیت دارند و فعالیت میکردند. روزنامه خطلون در تیار کردن کادرها، در انعکاس تمام رویدادهای ولایت درباره شخصیت‌های معروف سهم خیلی ارزنده دارد. امروز روزنامه عموما ژورنالیستیکا تماما تغییر یافته است، پیش رفته است. در دوران صاحب استقلالی روزنامه‌نگاران خیلی صاحب ابرو هستند، قدمی به پیش ماندند، به مراتب ترقی کردند. مخصوصا حاضر ما با کمک های دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت به واسطه رئیس ولایت قربان حکیمزاده که به روزنامه ما بیشتر توجه دارند، روزنامه وای ولایت خیلی رشد یافته است. در حقیقت این یکی از کهنسالترین و قدیمیترین روزنامه است که تمام حادثه های سیاسی و اجتماعی اقتصادی منطقه بزرگ کشور ما خطلان در صحیفه‌های این روزنامه درج شدند. گرچند که این روزنامه با نام‌های گوناگون در طول سالیان دراز به نشر رسیده است، اما هدفش یکی بود و او رسالت خود را انجام داد و امروز این روزنامه و نشرهایی که از این روزنامه باقی ماندند یک تاریخ زنده و یک تاریخ گویای منطقه خطلان هستند، وادی وخش هستند. رئیس ولایت همچنین از شرایط کاری هیئت ایجادی و تکنیکی روزنامه‌های ولایتی نوی خطلون و دوستلیگ نیز دیدن نمودند. در این روز با اشتراک رئیس ولایت قربان حکیمزاده، نماینده وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان بهروز ذبیح الله، سابق سرمحرران روزنامه خطلون، سابقه‌داران مطبوعات، نمایندگان وسایط اخبار عامه ولایت در تالار
شورای خرد مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت کنفرانسیه علمی عملی تحت عنوان نقش روزنامه خطلون در تطبیق سیاست دولتی در ساحه اطلاعات برگزار کرده شد. رئیس ولایت با بیان اندیشه‌های صمیمانه دستگیری یافتن مطبوعات در زمان صاحب استقلالی به کار کنفرانسیه افتتاح بخشیدند. ذکر داشتند که خطلون نشریه مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت خطلون از اولین وسایط اخبار چاپی این منطقه کلانترین کشور بوده در صحیفه های خود تاریخ رنگین حیات خطلون زمین مهنت شایسته مردم آن را بازتاب نموده است. در ظرف نزدیک یک عصره موجودیت این نشریه که وابسته به طلبات دور و زمان نامهای ساختمان ضربدار وخش، حقیقت کولوب، پختکار سرخ، حقیقت قرغان تپه، راه لنینی، نوید وخش، حقیقت خطلون را به خود گرفته جهت انعکاس پیشرفت و ترقیات ساحه‌های گوناگون خواجگی خلق، بیان مقصد و مرام دولت و حکومت، روند بنیادکاری و سازندگی، تحکیم دوستی و برادری خلق و ملت‌ها، بلند برداشتن معرفت سیاسی و فرهنگی مردم نقش سازگار بازیده است. در این مدت هرچند نام روزنامه بارها عوض شد ولی رسالت ازلی، مقصد و مرام، هدف اساسی هیئت ایجادی آن رساندن اطلاعات صحیح و سریوقتی، وصف کردن صلح و وحدت، دوستی و یگانگی، مهنت صداقتمندانه، تشکل افکار سازنده عامه، دفاع از ارزش‌های ملی و دولتداری، بلند برداشتن احساس خویشتن‌شناسی مردم به تغییر مانده به مکتب تجربه ایجادی خود همچون منبع آماده سازی کادرهای صاحب اختصاص شناخته گردیده است. در جریان کار کنفرانسیه همچنین نماینده وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان بهروز ذبیح الله نامه شادباشی وزیر فرهنگ جمهوری تاجیکستان را وابسته به سالگرد این نشریه به هیئت ایجادی و تکنیکی و سابقه‌داران نشریه رسانیده نقش و مقام اهل ایجاد را در رشد مطبوعات ارزنده حسابیدند. سابق سرمحرر روزنامه خطلون سابقه‌دار ساحه شیرعلی یحیایف که 40 سال حیات خود را به روزنامه نگاری بخشیده است، اندیشه‌های خود را در موضوع نقش روزنامه خطلون در تحکیم وحدت ملی بیان داشتند. لازم به یادآوری است که در جاده با صفت روی چاپ آمدن نشریه مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت روزنامه خطلون، کارخانه واحد دولتی استحصالی مطبعه ولایت خطلون و جهت دسترسی سریوقتی نقش کارخانه واحد دولتی پوچت تاجیک ولایت نظررس است. روزنامه خطلون یکی از روزنامه‌های کلانترین در ولایت خطلون می باشد که نقشه عمومیش 17,000 است. تا امروز بعد 50% اجرا شده است. آینده نقشه داریم که تا آخر سال 110% اون نقشه عمومی 2022 را بود کنیم. روزنامه خطلون مطبع روزنامه راه را پای می‌نهد که مردم رو و شورای خیراتمندی می‌پیوندد. با نوشیروان امروز افتخار میکنیم که 90 سال با روزنامه خطلون همکار هستیم و بغیر از روزنامه خطلون در مطبع روزنامه‌های ولایتی و شهر ناحیه‌های دیگر را نیز چاپ میکنیم. دستگاه امروز ما استفاده میکنیم با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت خطلون دسترس شده است. بعد از دسترسی من دستگاه البته صفت کار خوب شده است و ما در وقتی کم یعنی که با مصرف وقت ما روزنامه‌ها را امروز چاپ کرده میتوانیم. در قسمت دیگری کار کنفرانسیه علمی عملی یک قطار کارمندان فعال و پرمحصول، سابقه‌داران و سابق سرمحرران نشریه مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت خطلون با سپاسنامه، تحفه‌ها، نشان و مدال‌های صحوی قدرشناسی شدند. از جانب هیئت ایجادی و تکنیکی روزنامه خطلون همچنین بر رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت جهت دستگیری‌های روزافزون فراهم آوردن فضای فعالیت پرثمر اظهار سپاس کرده شد. امروز در تالار مقامات اجرایی حکومت دولتی ولایت خطلون کنفرانسیه ولایتی علمی عملی تحت عنوان نقش روزنامه خطلون در تطبیق سیاست دولتی در ساحه اطلاعات برگزار گردید با اشتراک رهبریت ولایت خطلون، نمایندگان وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، اتفاق ژورنالیستان تاجیکستان، سابقه‌داران مطبوعاتی تا
тоҷик ва аҳли қалам муҳаққиқони соҳаи рӯзноманигорӣ ва ман фикр мекунам ки як мубодилаи афкори бисёр ҳамсудманд сурат бигирифт сари мавзӯи таърихи ташаккул ва таҳаввули рӯзномаи Хатлон ки аз кӯҳансолтарин рӯзномаҳои маҳаллии Тоҷикистон маҳсуб мегардад. пас аз анҷоми кори конференсияи илмӣ амалӣ ки фаъолияти наздики нимасраи нашрияи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилоятро фарогир буд, дар вазъияти хотирмон озмуни эъҷози истиқлол ҷамъбаст гардид. лозим ба ёдоварист ки озмуни мазкур ба истиқболи арзанда аз ҷашни сисолагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон роҳандозӣ гардида, беҳтарин барномаҳои телевизионӣ ва маводҳои рӯзноманигорон мавриди назар қарор гирифта, ғолибон аз тарафи роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон мавриди қадршиносӣ қарор гирифтанд. оймо ҳасанзода, фахриддини карим, намузали эргаш, ахбор, шаҳри бохтар.